امروز سالروز تولد مردی که اسمش با غرور، قدرت و غیرت ایرانی گره خورده. نادرشاه افشار، آخرین جهانگشای شرق و یکی از بزرگترین فرماندهان و پادشاهان تاریخ ایران زمین. نادرقلی پسر شمشیر و فرزند ایل افشار حدود سال 1067 هجری شمسی توی خراسان به دنیا آمد. دورانی پر از آشوب، ایران زیر سلطه افغان‌ها بود و صفوی‌ها عملاً از بین رفته بودند. اما نادر از دل همون ویرونی‌ها بلند شد. با شمشیر، نظم و هوش نظامی کم نظیرش افغان‌ها رو شکست داد. اصفهان و خراسان رو آزاد کرد و دوباره پرچم ایران رو بالا برد. اون بعدتر سراغ عثمانی‌ها و روس‌ها رفت. اونا رو هم عقب روند و مرزهای کشور رو تثبیت کرد. بعد از اینکه کشور به ثبات رسید، اون تو دشت مغان تاجگذاری کرد و شد نادرشاه افشار، یا بهتره بگیم شد نادر ایران زمین، پادشاهی که ایران رو از فروپاشی نجات داد. نادر نه فقط سردار دلیر میدون‌های جنگ بود، بلکه به دنبال اقتدار و امنیت کشور هم بود. اون ارتش منظمی ساخت، مالیات‌ها رو کم کرد و جاده‌ها رو امن کرد تا دوباره نفس کشور برگرده. و البته یکی از بزرگترین لشکرکشی‌های تاریخ رو رقم زد، حمله به هندوستان. اون در دهلی شکوه ایران رو به نمایش گذاشت و الماس‌های معروف کوه نور و دریای نور رو به عنوان نماد پیروزی به ایران آورد. نادرشاه تو کتاب‌های تاریخی به پسر شمشیر معروفه، مردی که از دل فقر با شمشیر امپراتوری کم نظیری ساخت. آدمی که شاید تندخو بود، ولی نیتش بازگردوندن اقتدار به ایران زمین بود. هرچند پایان عمرش تلخ بود، اما نامش هنوز با غرور و احترام زیادی همراهه، چون نادر فقط یه پادشاه نبود، ناجی افسانه‌ای ایران زمین بود. یاد و نام نادرشاه کبیر تا همیشه جاودان خواهد بود.